салом тамошобинони азиз, нашри навбатии барномаи Аниси Кунҷи Танҳоӣ меҳмони хонадони шумост. ва ин лаҳза мо суҳбате дорем бо яке аз иштирокчии фаъоли даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Гурдофарид Хайруллоева. дуруд ба шумо Гурдофарид. салом. шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккур. биёед сараввал худро хубтар муаррифӣ кунед. ман Хайруллоева Гурдофарид, хонандаи синфи чоруми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. офарин. Гурдофарид, бигӯед ки шумо дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи кадом номина ширкат меварзед? аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон норасон ва осори шифоӣ ширкат менамоям. офарин. хуб, тӯли чанд сол аст ки дар ин озмун иштирок менамоед? тӯли 4 сол аст ки дар ин озмун иштирок менамоям. аллакай шумо аз синфи якумитон дар ин озмун иштирок намуда истодаед? бале. офарин. хуб, биёед дар оғози барнома ба ҳама он нафароне ки мову шуморо ин лаҳза тамошо доранд шеъри дӯстдоштаи худро қироат кунед. шеър аз Мирзо Турсунзода. дили модар агар аз гирья кардан об мешуд дили ман буд, ба сели ашк мешуд ғарқ манзили ман буд. агар осон намегардид мушкили ман буд, ба зири мавҷи дарё монда соҳили ман буд. агарчи мурдани фарзандро дар ҷанг дидам ман, агарчи борҳо бегонаи дилсанг дидам ман, ба умеде ки бинам чоҳканҳоро ба зери чоҳ, намурдам гарчи бо чашмам аҷал ҳар ранг дидам ман, намурдам зистам фарзанди хурдамро калон кардам. шаби тӯи арӯсӣ اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیده مرجان گشت مرجان را به کیلین پیشکش کردم. دعا چون مادران کردم. ندارم طاقت داغ پسر دیدن دیگر هرگز. سراسر سوختاری پرشرر دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز. حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. آفرین، قرائتتان خیلی عالی. احسان به شما. گردآفرید، چون شما از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان شفاهی در این آزمون اشتراک می‌نمایید، پس بیایید برای ما یک افسانه شوق‌آور نقل کنید. افسانه خلقی تاجیک نمیشه. من که آب می‌بیارم شما چی می‌خورید؟ بودن نبودند. 4 تا تنبل بودند. بار اونها رفته ایستاده بودند. ناگاه از پیششان یک تا آسیابی کهنه برآمد. هر جورشان به داخل آسیاب در آمدند و در آنجا خواب رفتند. ناگاه یک مردی دهه آمد و آنها را دیده گمان کرد که آنها یگان رهگذر هستند. دلش به آنها سوخت. رفته از خانه‌اش یک تا نان و یک کاسه جرخود آورد و به نزد آنها گذاشته خود رفت. 4 تنبل وقتی که از خوابشان برخاستند دیدند که در پیششان یک نان و یک کاسه جرخود ایستاده است و آنها خواستند که جرخود را بخورند چون که خیلی گرسنه بودند. اما آنها دست ناشسته خوردن نمیخواستند و یکیش به یکی دیگرش فرمود تو رفته آب بیار. آن گفت نه تو رفته آب بیار. همین خیلی آنها بین خود بسیار مناظره کردند. بعد تنبلی 4 گفت بیایید یک شرط. هممون حالا شرط میکنیم کسی اگر یکم گپ زد رفته آب میبیارد و دستانمون را میشویم. بعد جرخود را میخوریم. 4 تنبل راضی شدند. هر 4 خاموش نشستند. از بین چند ساعت گذشت اما یگان تا آنها آواز نمیبرآوردند. ناگاه یک مرد دیگر اومده دید که در درون آسیاب کهنه 4 تنبل نشستند. زود به نزد آنها درآمد. ناگاه کاسه جرخود و نان را دید و بسیار آب به دهانش رفت
و دید که همه آنها خاموش هستند، هیچ چیز نمیگویند. همه کاسه جرقات را خورده برآمده رفت و ناگاه یک تنبل چهارم که همین شرط را گفته بود به سخن در آمده گفت این ناانصاف همه جرقات را خورده رفت کو؟ تنبل سوم گفت انا تو گپ زدی، اکنون رفته آب بیار. تنبل چهارم گفت من که آب میبیارم، اما شما چی میخورید؟ احسن، آفرین. واقعا هم خیلی افسانه شوق‌آور. گردآفرید بگویید که آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است در حیات شما چی نقش دارد؟ این آزمون برای من بسیار دانش آورد. وقتی که سال اول من در این آزمون اشتراک می نمودم، پدر و مادرم بسیارتر دقت مرا به همین آزمون جلب نمودند. وقتی که آنها یک بار تکلیف نمودند، من راضی شدم که در این آزمون اشتراک نمایم، چون که این آزمون بسیار آزمون خوب بود و من همانجا اشتراک نمودم و در این آزمون بسیار کتاب ها را مطالعه نمودم. شعر و چیستان ها و تزگیرها و مسائل های زیادی را از خود نمودم. برای همین این آزمون بسیار برای من یک روحیه تازه بخشید که من باز به کتابخوانی را آوردم و کتاب و در سیرکنی را، چیستان ازیادکنی، شعر ازیادکنی را بسیارتر دوست داشتم و در این آزمون طول 4 سال است که اشتراک می نمایم. احسن با شما. گردآفرید بگویید که تحصیل شما در مؤسسه چگونه است؟ خیلی خوب است. استاد من بابای و محبیبی بسیار معلمه مهربان است و با من برای آزمون تیار شدن کتاب های جالب را یافته می دهد و در این آزمون من را همراهی نیز می کند، همیشه به من کمک می رساند. در درس نیز من همه درس را کوشش می کنم که در برابر به آزمون تیار شدنم به درس نیز دقت جدی دهم و در همه درس خوب اشتراک می نمایم. احسن با شما گردآفرید. گردآفرید بگویید که راهنمای شما در این آزمون کی است؟ پدرم، مادرم و معلمم. احسن. یعنی پدر و مادر و معلمتون سعی و تلاش می‌ورزند تا شما کتابخوان و کتاب دوست شوید؟ بله، آنها کوشش می نمایند که من زیادتر به کتاب باز رو آورم، باز شعرهای نو از یاد کنم و من نیز این آرزوی آنها را عملی می سازم. آفرین به شما. پس شما از این منبر بلند شبکه با پدر و مادر و معلم عزیزتون چی گفتنی دارید؟ من به آنها گفتنی هستم که آنها برای من بهترین نفرانی بودند که مرا رو به کتابخوانی آوردند و از پشتی آنها من به این قدر مرتبه های زیاد رسیدم، چون که آنها نمی بودند من این قدر مثال در تلویزیون‌ها برآمد نمی‌کردم، در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراک نمی نمودم. درست. احسن. شما آیا در وصف پدر، در وصف مادر، در وصف آموزگار شعر می‌دانید؟ بله. بیایید از این منبر برایشان اهدا سازید. شعر درباره معلم. بلند است از فلک شان معلم، بود جان بخش ما جان معلم. نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال از پاره نان معلم. بدان این را که وجدانی همه خلق بود از روی وجدان معلم. اگر ارمان میهن را بخواهی، بدان اول تو ارمان معلم. اگر فردای میهن را بخواهی، بیاب از فیض احسان معلم. کجا آینده روشن توان دید، نباشد نور چشمان معلم. یگان حاصل به خاک مزرعه طب، مگر روییده بدان معلم. بدان پروازگاه ملت ما، بود در روی دستان معلم. احسن و شما. خوب برای مادرتون. با همان دسته که شب‌های دراز، چشم شهلا کرده و از خواب ناز. الله‌گویان طیف را خوابانده ای، تا سحر گهواره‌اش جنبانده ای. با همان دسته که شیرم داده ای، سویم آغوشت کلان بگشاده ای. با همان دسته که شادم بارها، پاک کردی اشک چشمان مرا. آفرین. اکنون چون برای مادرتون شعر خواندید، البته فکر میکنم که پدر عزیزتون نیز در انتظار آن هستند که برایشان سخن بگویید و برایشان یک شعرک قرائت کنید. پدرم را پزمانم،
غمخوار و مهربانم. از کار دیر آید اگر به مربی میمانم. مادرم شخصی سرکار، پخت و پزی او بسیار. در هر یک کنج خانه کارهای او بشمار. لباس شوید در یک سو، می بافد بلاله مو. می دهد مرغان را دان، آب می کشاند از جو. اپم سر تردد، کارش ندارد حدود. از سحر تا دم شام می بافد او تار و پود. خلاص منی مددجو، سرگردانم به هر سو. می کابم شخصی بیکار، مرا کند پرسجو. آفرین. یعنی این شعری شما در عموم برای اویله بخشیده شده است، هم برای پدر، هم برای مادر، هم برای اپا و دیگر. آفرین به شما. گردآفرید، بیایید یک شعری وطن دوستانه برای ما قرائت کنید. شعر از میرزا ترسونزاده. چون نهادم پای خود را بر سری خاک وطن، بارها بوسیدم از رخساره پاک وطن. مدتی بودم اگرچه دور، اما یاد آن می وزانیدم به سر باد فرحناک وطن. خویش را می بینم اکنون باز در آغوش او، باز می خوانم سرودی تازه در گوش او. باز می گیرم نفس من از هوای بیغبار، باز می نوشم من آب از چشمه پرجوش او. شادم اما می خورم غمهای خلق دیگره، در نظر می آورم تا راج گشته کشوره. خلق هندوی ستمکش را رسان از ما سلام. ای سرودی من اگر داری تو هم بال و پره، من امینم می رسد هر یک صدای ما به او. هر یک آوازی پر از مهر و وفای ما به او. که ساران هیچ نتوانند صد ره شوند، می برد بوی معطر را هوای ما به او. آفرین گردآفرید. گردآفرید، در آخر برنامه به همه آن نفرانی که ما و شما رو این لحظه تماشا دارند چی گفتنی دارید؟ من به همه اون نفرانی که حالا ما رو تماشا کرده ایستادند و به همه همسالان خود گفتنی هستم که با کتاب و کتابخوانی رو آرند و همیشه در چنین آزمون ها اشتراک نماید و در آینده نامبرداری وطن خویش باشند. آفرین. خب ما تمنا میکنیم که شما در سال آینده در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است فعالانه اشتراک نمایید و سزاوار جای نمایان گردید. بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکری زیاد. بینندگان عزیز، یادرس میشویم که قهرمان برنامه ما بودند گردآفرید خیرالله و اشتراکچی فعال آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. ما در اینجا میرسیم به فرجام برنامه انیس کنج تنهایی. تا برنامه های دیگر شاد و مسرور بمانید. خیر.